به نام یزدان بخشنده و مهربان. سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران. با سبک گزارش اختصاصی من حساس ترین لحظات نبرد کالیاری و اینتر رو در هفته 18 سری آ ایتالیا با هم مرور میکنیم. یه شوت از پشت محوطه جریمه، اولین خطر جدی و بعدش هم توپی که به کورنر میره. مهارش کرد. میبینیم صحنه استرو، همکاری لاوتارو و این شوت از مارکوس تورام با روی پا به این زیبایی کنترل کرد و ضربش رو زد. لاوتارو پاس خطرناک او بین مدافعین. حالا بارلا میخوان پنالتی بهش ندن. ریباند توپ تورام، دروازه خالیه و ضربه ضعیفی که مخیتاریان میزنه. این لحظه است که توپ به بارلا رسید، از دروازه‌بان عبورش داد، بعدش مدافعین توپو برگردوندن و هندریک مخیتاریان با شرایطی که ملاحظه فرمودید توپ رو به بیرون فرستاد. تیم کالیاری در هفته 19 یه بازی حساس مقابل مونتزا داره. هر دوتاشون انتهای جدولی هن. یه فرار دیگه از مخیتاریان پشت مدافعین کالیاری. پاسش هم حالا میده برای استفاده لاوتارو، دنزل دامفریز و درخشش اسکوفت. دوتا سیو که این دومیه نیازی نبود انجام بگیره چون آفساید اعلام میشه. تقریبا 5-6 شبی بود که ازتون دور بودم، بنابراین تلگرام آنتن امشب کامنتاتون خوندن داره. مهران اعرافی از لیسار تالش، گایتانو مخیتاریان رو جا میذاره، پاسشو میده پشت محوطه اینتر. این ضربه زده میشه و توپ به بیرون میره. از این توپا بعید راحت رد بکنه قصه رو. مخیتاریان توپ رو پاس داد، دیمارکو شوت زن، دیمارکو میزنه ضربش رو، اما اصلا جالب نزد. همشهری اینتر تو این ورزشگاه با کالیاری سه کرد و حالا دروازه میرفت باز بشه، اما این توپ هم به عجیب ترین شکل لاوتارو مارتینز. این لحظه است که توپ رو ارسال کردن تند و تیز. حضور لاوتارو و ضربه سر او و توپی که ارتفاع گرفت. به نظر توپ با شانه او برخورد کرد چون با سرعت تمام اومد سمتش. خودش هم میگه آگاهی محیطی نداشته. سانتر روی دروازه اینتر انجام میگیره و توپی که رد میشه به کورنر. ارسال انجام میگیره روی محوطه جریمه. بازگشتش بارلا، اسکوفت. این گل امشب. توپ فقط راه دستای اونو پیدا میکنه. کل بارلا چگونه زد، اسکوفت چگونه گرفت. اینجا ببین با روی پا زد و اسکوفت توپ ردش کرد و آفساید از لاوتارو گرفته شد. این توپ با این شرایط اومد سمت دروازه. مخیتاریان عقب‌تر از این فاصله پاسو میدن. حالا موقعیت برای اینتر. یه برخورد ایجاد شد، داور خطا میگیره نفع کالیاری. سانتر از دیمارکو انجام میگیره. از اون سمت پاس بارلا روی تیر دو، یه تاثیر روی توپ، موقعیت و توپی که حالا داخل چارچوب قرار میگیره و اینتر جلو میافته. باستونی به عجیب ترین شکل ممکن اینتر از کالیاری پیش میافته. این لحظه ارسال توپه، یه رفت و برگشت، کار خوبه بارلا. فرار از تله آفساید. این ضربه سر و توپی که چرخید داخل چارچوب. اینتر از این دیوار دفاعی کالیاری توپ رو عبور داد، نه از روی زمین، از روی هوا. این بار دیوار کوتاه‌تر از اونی بود که فکرشو می‌کردند پسران داوید نیکولا و اینتر از روی این دیوار راحت رد شد. با این چهره الساندرو باستونی. باز هم بازی‌های اینتر 0-0 نشد در سری آ. سانتر انجام میگیره، این تاثیر روی توپ که توپ به اوت رفت. حالا بازی بدون توپ مخیتاریان. لاوتارو پاس پشت دفاع، موقعیت برای گل دوم و آفساید. کاملا صحیح بود اعلام آفساید. سانتر انجام میده دیمارکو.
بارلا این سانت از او و این هم گل. لاوتارو مارتینز. بارلا 2 پاس گل. لاوتارو بالاخره گل میزنه امشب. اینتر 2 کالیاری 0. بارلا با پای راست ارسال دقیق و ضربه تمام کننده لاوتارو مارتینز. آرژانتینی که میدونه تو چه نقطه‌ای منتظر توپ باشه. توپ اومد روی پاش و او تکسر بازیو کرد 2-0. خیال اینتری ها رو آسوده تر کرد. فعلا کورنر رو خواهند زد. ارسالی که انجام میدن، یه ضربه سر و نهایتا پنالتی میگیرن. پنالتی به نفع اینتر. توپ به دستشون خورده. ببینیم صحنه سر دیفرای سر رو میزنه و اینجا دستی که بی‌محابا باز شده بود از جانشون یاریمینا ماتوژ ویتسکا. 5 پنالتی براشون اعلام شده و حالا هاکان پنالتی 6م فصل که گلش میکنه خلاف جهت. هاکان چالهانوغلو. اینتر 3 کالیاری 0. این ضربه است که زد به گوشه دروازه. امیدوارم پسر بوشهری بالاخره در سری آ گل بزنه تو این ایام. تورام و چالهان هم همینطور. حالا زوج تارمی لاوتارو رو داریم در زمین و حالا هم که خواست پاس بده پاسش جالب نبود. یه پاس قطری برای اینتری ها. کنترل لاوتارو دیدنیه. لاوتارو پاس تارمی موقعیت 1-2 داخل محوطه جریمه. زیلینسکی میزنه. آفساید تایید میشه. شانس خوبی بود. آفساید لاوتارو گرفته شد. و الا کنترلشو ببین چقدر با کلاسه. فرصتی حدود 10-12 دقیقه تارمی در زمین بازی پیدا کرد. این پاس بلند یه تأثیر. حالا لاوتارو پاس خوبی رو تارمی براش ساخته و پرداخته کرد. توپ از او دور شد. نهایتا اینتر در ضیافت کالیاری با 3 گل پیروز میشه و فعلا به صدر میره. البته هر آن ممکنه موقعیتش دوباره تغییر کنه. امیدوارم از تماشای این بازی لذت برده باشید. در پناه نور و عشق الهی باشید تا گزارش دیگه. خدا نگهدار.